مؤسسه فرهنگی و هنری وطن تقدیم می‌کند. عید فطر و سال نو با صدای احساس اله سرود. سلام. فرارسیدن نوروز باستانی و عید سعید فطر فرصت مناسبی برای با هم بودن و آغاز سال جدید است. امسال در قالب یک تور هنری در شهرهای متفاوت آلمان قرار است که در کنار هموطنان عزیز خود باشم. صمیمانه از شما دعوت میکنم تا در این ایام فرح با ما همراه باشید. تور بهاری 2026 در آلمان و اروپای مرکزی. آینه شده چی برو راینبرگ شنبه 21 مارچ، دویسبورگ یک شنبه 22 مارچ، میشن شنبه 28 مارچ و نورنبرگ 29 مارچ. سری رایم من ماجد بیا خانه خدایم ستاره بلبلی